بسم الله الرحمن الرحیم. این کلید اجابت دعاست، تضرع و گریه و زاری و التماس به درگاه خدا. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود، هر کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا پستیست آب آنجا رود. تا انسان احساس نیاز نکند دعایش اجابت نمی شود. دعا سر زبانی اجابت نمی شود. دعا باید از ته دل و از عمق وجود انسان بر بخیزد تا این دعا قابل اجابت باشد. و وقتی که دعایی از ته دل برمیخیزد با سوز و گداز همراه است، با گریه و تضرع همراه است، با التماس همراه است. و این التماس و گریه و زاری و تضرع اکثر نیازمند قلب رقیق است. قلب باید پاک باشد، چون انسان با توبه و استغفار، با طاعت و عبادت قلب خود را صیقل می بخشد. با تلاوت قرآن مخصوصا قلب انسان درمان می شود از زنگارهای گناه، پاک می شود این قلب.